من استقامت کننده شهر باختر ابراهیمов طلبشاه تقوی محمد اقبال صدردین. من گپ‌های همین انسان رو میشنوم و نمیخواهم که دیگر همین گپ‌هایی که با مردم اغوا میاندازد همین را مردم بشنوند. با همین خاطر گفتنیم که اگر همین اغواهایی که محمد اقبال کرده شده است اصلا ختم کرده شود. لازم نیست همین گپ‌ها را زدن. باز یک بار همین کارایی که سال 92 گذشت همین را ما از سر گذردیم، عذاب و مشقت دیدیم، همین با ما را یک درس شده بود. خدا را شکر ایگان رو کمبودی نداریم، زندگیمون خوبه. آخی این گپ‌هایی که بیان میزنن مردم باز از سر نو در اغوا میدوزن. مقصد همین کارا لازم نیست، حاجت نیست که همین گپ‌ها با از سر نو شود. مقصد با همین جنگ جنجال با بین مردم اغوا شود. محمد اقبال اصلا یاردم او را ما دیدگی هم نیستیم، اصلا ما را یاردم هم نمیکنن، نمیکردم. ما ای سال 97 رابطه بین ما و پدر او مقصد اویله هم یا کنده شد به خاطری که وقتی که پدر زن دیگه میگیره ما دیگه اعتقاد ما همین مردمی تاجیک چخیله وقتی در بالای اپاد زن میگیره اعتقاد ما میگرده دیگه رفت اومد همیا از سال 97 بس شدگی اصلا رفتگی نمیریم دیگه رفت اومد نداریم ما دیگه در خونه همیا خطی از همین تاجیکستان رفتن همین پدرش ما درک نداریم اصلا. یک وقت درک یافتیم که پدرش و 7 کودکش از اینجا برآمده است رفته است. بعد چند قد یک سال 2 سال ما درک یافتیم که با مقصد دودراش اویلش مقصد مادرش همه همیا با یک باره خستن به خبر ما درک هم نداریم از همین کار که همیا برآمدن رفتن. همیا را بعد از 10-15 روز مردم اومدن ما را گفتن که مقصد همین جیانای ترا همین تا چی کردگیان یا گرفتگی رفتگیان. محمد اقبال چندین ساله که نیست اینجا میگه پدرش بعد چند سال رفت بعد رفتن فرزندش چند سال پس رفت با بعد با ایاش رفتن. مقصد با این فرزنداش مقصد دودراش اویلهاشو یا همشو و یک صبح در یک شب برآمدگی رفتگیان.